الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. سروران نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب گذشته در مورد آمدن دجال، اینکه از کدام فرزند و یا ذریه نوح علیه السلام می باشند مباحث داشتیم و بحث بعد از یاجوج و ماجوج، چون معلوم دار است که حضرت عیسی علیه السلام و امام مهدی که نامناسب و اصل و خصائصش برمیگردد به دودمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی مانند اصل و نسب رسول کریم صلی الله علیه و سلم می باشد، اسلام گسترش پیدا می کند و شرق و غرب را اسلام کاملا می گیرد. اما بعد از او یک حالت دیگر رخ می دهد که او هم یکی از نشانه های بزرگ قیامت است. قرآن کریم همچنین دین مبین اسلام و بزرگان دین از بین می روند. چند قالت گفتم؟ قرآن کریم یک، اسلام دوم و بزرگان مردمان صالح و نیک سه چیز از دنیا رخت می بندد و از بین می رود. به همین لحاظ است که احادیث بشماری در این باب آمده است. ابن ماجه و حاکم از حذیفه بن یمان حافظ سر نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت می کند که پیامبر سلام فرمود: یدرس الاسلام کما یدرس الوشی الثوب حتی لا یدرى ما صیام ولا صلاة ولا نسک ولا صدقه. پیغمبر سلام میگوید که اسلام مانند نقش پارچه محو می شود و از بین می رود. همین دین با همین عظمتش، با همین وسعتش محو می شود و از بین می رود. آنگونه که کسی نمی داند منظور از نماز حتی لا یدرى، تا اینکه کسی درک نمی کند که منظور از نماز، روزه، حج و صدقه در چیست، یعنی نمی فهمد که مفهوم از این چیست. پیغمبر سلام می گوید که در ادامه حدیث: ولا یسر علی کتاب الله عز وجل فی لیلة، می گوید که در یک شب کتاب الله چنان محو می شود، چنان نابود می شود که حتی یک آیه از آن باقی نمی ماند. حتی یک آیت قرآن کریم هم در روی زمین باقی نمی ماند. در ادامهش میگوید که و تبقى طوائف من الناس، و باقی می ماند طایفه های از انسان، الشیخ الکبیر، انسان های کهنسال یک، والعجوز و زنان کهنسال که با شما پیچ سفید میگویم. یقولون، همین کسایی که به سن پیری رسیدن، الشیخ الکبیر یک، والعجوز زنان پیر دوم، میگویند اترکنا آباءنا، اترکنا ای وجدنا آباءنا، ما یافتیم پدران ما را علی هذه الکلمه، که میگفتن این کلمه را، او کلمه چی بود؟ لا اله الا الله. یعنی مسائل امور عبادی یک و یک از بین می رود. فنحن نقولها، همین مردم میگن که طوری که آبا و اجداد ما میگفت لا اله الا الله، ما هم میگیم لا اله الا الله. دیگر نمیفهمیم که معنا و مقصد این چیست و چه معنا میدهد و چه بکار میآید. یک حالت همین است که آنها میگن که ما شنیدیم، این را هم نقل میکنیم. پس این به این معناست که اسلام با همین عظمتش از بین می رود و کتاب الله برداشته می شود. الله متعال حفاظت قرآن کریم را به عهده خود گرفته است. به دوش کدام عالم، به دوش کدام ملک، به دوش کدام سردار قوم، به دوش کدام پادشاه، به دوش کدام افراد خاصی نسپرده است، بلکه این را خود الله رب العزت و الجلال میگوید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یقینا این ذکر یعنی قرآن کریم را ما ارسال کردیم، ما فرستادیم، ما هم حراست و وارسی می داشته باشیم، ما هم حفاظت می کنیم. پس قرآن کریم با تمام حالاتش که هست،
به یک بارگی محو می شود، یعنی همهش می رود پس دوباره در لوح محفوظ. در حدیث دیگری که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحیح مسلم می آورد میگوید که قیامت برگزار نمی شود مگر برای بدترین مردم، یعنی کسانی که قریب وقوع قیامت هستند، آنها اشرار الناس. در حدیث آمده است لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، قیامت برگزار نمی شود، برپا نمی شود مگر این که برای کسانی که بدترین مردم می باشند. چرا؟ قبلا هم ما شما خواندیم که هیچ نوع رسم اسلامی بالای آنها نیست، هیچ امور تعبدی را بلد نیستند، تنها نامشان همین است که ما انسان هستیم یا یاد کرده شود بگن که ما مسلمان هستیم. در حدیث دیگری ابو هریره رضی الله عنه نقل میکند که او را هم امام مسلم آورده است، کلش در کتاب فتن است. میگه ان الله تعالی یبعث ریحا من الیمنی، الله رب العزت و الجلال از جانب و یا سمت سرزمین یمن ریحا بوی را یا باد را میفرستد. بعدش چه می شود؟ الین من الحریری، از حریر یا ابریشم کرده نرمتر است، از ابریشم کرده همین باد نرمتر است. فلا تدع احدا فی قلبه مثقال حبة من الایمان الا قبضته، همین باد روح هر آن شخصی که یک ذره از ایمان در قلبش است او را قبض روح میکند، او را از بین میبرد، یعنی مرگشان بسیار با آسانی هست. بعد دوباره پیامبر سلام در حدیث دیگری میگوید که انس رضی الله عنه نقل میکند که او را صاحب مشکات آورده است لا تقوم الساعة، برگزار نمیشه قیامت حتی لا یقال فی الارض الله الله، قیامت تا آنگاه برپا نمی شود، واقع نمی شود تا آنگاه که در روی زمین یک شخص بگوید الله الله، یعنی الله را یاد کند. پس او حالت بعدیش است. یک حدیث دیگر را هم میخوانیم بعد دوباره انشاءالله سخنان مخاطبه میبخشم. حدیث دیگری که بخاری رحمت الله علیه، امام بخاری رحمه الله از مرداس اسلمی روایت میکند و این حدیث هم در کتاب الرقائق است. پیغمبر سلام میگوید که ذهب الصالحون الاول فالاول، انسانهای نیک، انسانهای صالح یکی پای از دیگری از این دنیا می روند، یعنی مرگشان زود زود است. و تبقى حثالة که حثالة شعیر او التمر لا یبالهم الله بالتن، میگوید که بعد از این انسانهای بی ارزش مانند چی؟ گندیده جو یا خرما باقی میماند. انسانهای نیک میروند، انسانهایی که کم ارزش، سفیه، نادان جاگزین اینها میشوند، تا این که پیغمبر سلام میگوید که برای هلاک کردن آنها الله متعال برای هلاک کردن آنها هیچ نوع پروا ندارد که در لفظ آخریش بود لا یبالیهم الله بالتن، الله متعال قطعا به خاطر هلاک کردن آنها باقی ندارد. پس جمع تمام احادیث این را میرساند، تمام احادیث را که ما شما خواندیم که این دین با این عظمتش یک روز محو می شود، یک روزی از بین می رود. پس انسانهای نیک عمل هم یکی پای دیگری از بین می روند و از این دنیا رخت می بندند به سرای آخرت. فتنه ها موج می زند و به لباس های مختلف و به رنگ های مختلف عرض اندام می کند. ما مسلمان ها باید آگاه، واقف و مطلع باشیم. اگر یک گروه خاص، اگر یک طایفه خاص آمدن زیر دین خیانت کردن، آمدن مثلا از دین سوء استفاده کردن، طوری نشود که ما بگوییم والا از دین دل ما سیاه شد یا دل ما از دین سیاه می شود. نه، فتنه ها آنقدر بزرگ است که بعدا هم آمده می رود، تا این که کعبه را که ما شما می بینیم، شب بعدی انشاءالله می خوانیم، کعبه را که می بینیم، همین کعبه را پیامبر سلام گفته است و قسم یاد کرده است که
این تخریب می شود. و حتی پیغمبر سلام آنقدر تاکید میکند و میگوید که برای پیش چشم ممو حالت کندنش، کلان زدنش برام نمایان می شود. پس طوری نشود که اگر مثلا یک تعداد قاری صاحبا، مثلا یک تعداد مولوی صاحبا، یک تعداد مجاهد صاحبا، هر کسی که باشه زیر هر عنوانی که باشد بیاید از دین سوء استفاده کند، عملکردش عملکرد اسلامی نباشد، برای ما و شما دستاویز شود و بگوییم دل ما را از دین سیاه کرده است. دل هیچ انسان مومن از دین سیاه نمی شود. یک عملکرد هر کس متوجه به خودش است. عملکرد هر کس، گفتار هر کس متوجه به خودش است. خودش میفهمد نزد الله رب العزت و الجلال پاسخ دادنش. جوابگو نزد الله خودش است. پس طور نشود که عملکرد یک طایفه خاص دیدیم از دین سوء استفاده کرد ما هم دین را ترک کنیم. نه، دین الله رب العزت و الجلال قائم، پابرجا و برحق است. ما باید کوشش کنیم که خود را بر مسیر حق که کلام الله رب العزت و الجلال و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم از باید خود را برابر بسازیم. بنابر کدام فهم، بنابر کدام قرائت، بنابر کدام تفسیر؟ تفسیری که صحابه کرام و تابعین اعظام ارائه دادن و علمایی که برای اینها روان هستند. یعنی اصلشان، گفتارشان برگرفته شده از قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و بعضها میگن نه، میگن که ما ایران هستیم که گپ کدام مولا را بگیریم و کدام قرائت دینی تن بدیم. قرائت دینی مشخص است و هیچ گاهی قسم پیامبر صلی الله علیه و سلم است و وعده 100% الله رب العزت و الجلال است که همچو طایفه و همچو گروه از بین نمی رود. کدام گروه؟ گروهی که بر اساس کتاب الله صحیح تفسیر میکند. حالت دومش بنابر رأی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که سنت صحیح است. بنابر کدام تفسیر؟ بنابر عملکرد صحابه کرام و تابعین اعظام که همین 4 تاش شما همیشه نام میگیریم و مشخص است. امام حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله و دیگران و امثالهم معلوم دار است. پس این حالتا که آمد باید انسان مسلمان ایمانش مضبوط، ایمانش قوی شود، در مقابل فتنه ها آگاه باشد و بفهمد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی داده است. دنبال نزد کاهن، نزد عراف، نزد کسایی که غیبگو هستند، انسانهای کافر، انسانهای بیدین میان میگن که از امور غیبی شما را ما آگاه میسازم. این بر اساس سنت است، بر اساس ادله شرعی است که قرآن کریم است و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که بر اساس وحی است. اگر این مرتبط با وحی نمی بود بازگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه بالله قابل اعتماد نبود، در حالی که پیغمبر هر آن سخنی را که میگوید بر اساس وحی است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هر آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نطق میکنم، بر شما بیان میکنم، بر اساس و یا بر مبنای وحی شرعی است که جانب الله رب العزت و الجلال اقتباس کرده است. لذا لازم است که ما هم مسیر ما را درک کنیم، متوجه سخنهای ما، متوجه عملکرد ما باشیم. همه مردم از دین گریزان شوند، از دین بروند. من و تو من حیث یک فردی که ایمان به الله داریم، اعتقاد به الله داریم، اعتقاد به جنت و جهنم داریم، لازم است که مسیر خود را درست مشخص کنیم و مطابق به فرمان الله خود، مطابق به فرمان پیامبر خود، مطابق به فهمی که صحابه کرام بود، چون آنها محفوظ هستند. الله رب العزت و الجلال عجیب و غریب بر آنها حالات را آورده است و آنها از تمام مصائب، از تمام چالش ها موفق، کامیاب، سعادتمند بیرون شدند، تا اینکه الله رب العزت و الجلال گفت که رضی الله عنهم و رضوا عنه. از آنها راضی شده است، الله راضی شده است. لذا ما هم همین مسیر را طی کنیم. الله رب العزت و الجلال از تمام فتنه ها همه ما و شما را نگه بدارد و ما را توفیق بدهد که به دین پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا پابرجا باشیم، به دین اسلام، و از سایر مواردی که میآید، چالش هایی که میآید، یک فرد کامیاب، یک فردی که مطابق بر رضای الله رب العزت و الجلال به پیش بریم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.